سرکوب و کشتار دگراندیشان مذهبی در ایران به کوشش سهراب نیکوصفت. ادیت و پخش آوای بوف. آوایبوف.com. شروع از صفحه 300. تربت حیدریه 10 صفر 1314 هجری قمری مطابق با 1896 میلادی. در تربت حیدریه 5 بهایی را به نامهای حاج محمد صادق، آقا غلام علی، آقا محمد علی، آقا محمد حسن و آقا میرزا غلام رضا را در ماه ذیقعده دستگیر می کنند و به فتوای 3 روحانی به نامهای سید محمد باقر و شیخ علی اکبر و ملا یوسف علی به قتل می رسانند. حاج محمد صادق را در کریاس خانه خود او به قتل می رساند و 4 نفر دیگر را در روز 13 صفر می کشند. اجساد کشته شدگان را می سوزانند. 3 قتل در سال 1315 هجری قمری برابر با 1898 میلادی. سید محمد یزدی در تبریز دستگیر می شود و چون به بهایی بودن خود اعتراف می کند او را به قتل می رساند. نفر دوم شخصی است به نام آقا غلام حسین بنادکی. شغل او تخت کشی بوده است. تخت گیوه. در روز 11 محرم این سال مسلمانی به بهانه خریدن یک جفت گیوه به او مراجعه می کند و به او می گوید باید با من به خانه شیخ محمد جعفر سبزواری بیایی و عقیده خود را بیان کنی. عده‌ای در محل کار غلام حسین جمع می شوند و او را به خانه آقا شیخ محمد جعفر حجت الاسلام سبزواری می برند و خبر می دهند که یک بابی یا بهایی را گرفته ای. شما چه می فرمایی؟ دستور می دهد بیاوریدش اندرون خانه. لحاظا آن حضرت را بردن نزد شیخ. روی تخت نشسته بود. چند کلمه به ایشان گفتگو کرد. همینقدر معلوم شد ایشان بهایی هستند امر به حبس داد. در اتاق خانه شیخ حبس نمودند و چند نفر از نوکرهای خود را فرستاد عقب چند نفر از علما. پس از ساعتی ملا حسن و ملا حسین ولدان، حاجی ملا باقر اردکانی و ملا صادق آمدند و روی تخت جالس شدند. بعد شیخ جعفر تفسیر را بیان نمود. 2 روحانی بعد از گفتگو با غلام حسین به اعتقاد او پی میبرند. از او میخواهند که یک کلمه لعن کن و برو. میگوید من تکلیف خود را نمیدانم که کسی را لعن کنم. پس حکم کفرش بر شیخ جعفر ثابت و واجب القتل می شود. شخصی از حضار معروف به سید کجه غلام حسین را از تخت به پایین می کشد و سر از تنش جدا می کند. ریسمانی به پای او می بندند. از منزل شیخ بیرون می کشند و در مقابل مسجد میر چخماق در گودالی می اندازند. 3 نفری که قربانی تعصب شد شخصی است به نام حاجی ترک در مشهد. در زمان صدارت امین الدوله و حکومت رکن الدوله در خیابان 4 شنبه بازار نفت بر او می‌ریزند و او را آتش می‌زنند. فیض‌آباد اواخر سال 1317 هجری قمری برابر با 1900 میلادی. خسروخان سورمقی که با بهائیان ضدیت شدید داشت برای کشتن سید میرزا بهایی با عده‌ای به فیض‌آباد می رود.
سید میرزا را در صحرا پیدا می کنند و بعد از توهین او را با چوب و زنجیر می زنند و چون فکر کردند که مرده است دست از او بر می دارند. اقوام سید وی را برای معالجه به آباده می برند اما سید می میرد. واقعه ابرقو 1318 هجری قمری برابر با 1901 میلادی. یکی از بهائیان معروف به نام میرزا محمود زرقانی برای دیدار همکیشان خود از اصفهان به اسفندآباد، دهی در 5 فرسنگی ابرقو سفر می کند. حاج اسماعیل کلانتر ده گزارش جلسه های بهائیان را به میرزا عبدالغنی نامی خبر می دهد. مجتهد حاکم ابرقو میرزا احمد خان سالار نظام را مجبور می کند که میرزا محمود را دستگیر کند. میرزا محمود پیش از ورود مأموران اسفندآباد را ترک می کند. مأمورین 2 بهایی دیگر به نامهای سید جعفر و استاد زمان رنگرز را توقیف و در ابرقو زندانی و شکنجه می کند. در روز عید نوروز که جمعی از علما و حاکم در منزل میرزا عبدالغنی جمع بودند، به دستور وی 2 زندانی بهایی را احضار می کنند. آن 2 در محضر جمع به بهایی بودن خود اقرار می کنند و به دستور مجتهد مجدداً به زندان فرستاده شکنجه می شود. مجتهد حکم قتل آن 2 را صادر می کند و روز 13 نوروز را برای اجرای حکم تعیین می کند. در 13 نوروز 2 بهایی را به دست اوباش می سپارند تا با شکنجه و آزار به قتل برسانند. آنان را واژگونه بر گاو سوار می کنند و با دهل و تنبور و دف در کوچه و بازار می گردانند. به پیشانی آقا زمان میخی می کوبند و 2 گوش او را بریده مقابل دهان او می آویزند و وی را مجبور می کنند تا گوش خود را بخورد. پس از شکنجه بسیار او را می سوزانند و خاکسترش را به باد می دهند. سید جعفر را به ضرب کارد از پا در می آورند و جسدش را در بیابان رها می کنند. چند نفر از بهائیان شبانه جنازه سید جعفر را پیدا کرده در منزل یکی از اقوام وی به خاک می سپارند. بعد از این جنایت مسلمانان به همدیگر تبریک می گفتند که الحمدلله آقای میرزا عبدالغنی ترویج شریعت الله نمود و حفظ بیضه اسلام کرد و خدمت بزرگی به شریعه قرای احمدی و دین و آیین محمدی فرمود. پایان نقل خود. بعد از قتل این 2 نفر حاجی اسماعیل کلانتر که باعث این فتنه بود بر آن شد که بهایی دیگری به نام آقا رضا را بکشد. با همکاری سالار نظام شبانه به منزل او می روند و او را در بستر می کشند. بهائیان به حکومت شکایت میبرند اما به شکایت آنان رسیدگی نمی شود. حتی 1 نفر بهایی به مظفرالدین شاه که در آن زمان در سفر پاریس بود تلگراف شکایت آمیز میفرستد و به نام حسین بهایی امضا می کند اما پاسخی دریافت نمی کند. دیگر اندیشان مذهبی در انقلاب مشروطه 1321 هجری قمری مطابق با 1903 میلادی. تضاد بین گرایش‌های مشروطه‌خواه طرفدار تحول و مستبد از حدود 3 سال پیش از انقلاب مشروطه بالا گرفت و در این میان هجوم نیروهای ارتجاعی و روحانیت شیعه به بهائیان شدت گرفت. کسروی می نویسد در تهران و یزد شورش نمودار گردید و در یزد کار بدتر شد و به کشتار بهائیان انجامید. این در خرداد ماه بود و سپس در مرداد و شهریور دوباره بهایی کشی در
یزد و اصفهان در گرفت. این شگفت خواهد نمود که مردم که از تعرفه گمرکی و از بکار گماردن بلژیکیان گله می نمودند و از اتابک و گرایش او به همسایه بیگانه رنجیده می بودند، کینه از بهائیان جویند. مگر چه پیوستگی میانه آن کارها با بهائیان بوده؟ اتابک و دولت نسبت به سرکوب بهائیان بی تفاوت میمانند و برای جلوگیری از قتل بیگناهان اقدامی نمی‌کنند. در همان دوران میرزا جعفرخان حاکم کاشان تلگرافی به تهران میزند دایر بر اینکه بهائیان عده‌ای از قوم یهود را از دین خود منحرف کرده اند و اگر اقدامی نشود ممکن است عده زیادی به مسلک بهائیت بپیوندند. اتابک به این تلگراف میخندد و میگوید این بیچاره چقدر دلش به بنی اسرائیل میسوزد. او شاید زمانی متوجه اهمیت این بلوا و آشوب میشود که قدرت خودش از میان می رود و مجبور به کنارگیری از کار می شود. پناه بردن به کنسولگری روس در اصفهان. پناه بردن بهائیان به کنسولگری روسیه در اصفهان سرفصل تهاجم ملایان به بهائیان در آستانه انقلاب مشروطه بود. دکتر ملکزاده در کتاب تاریخ انقلاب مشروطیت ایران گزارشی درباره آزار بهائیان اصفهان در دوران حکومت ظل السلطان و پناه بردن اجباری آنان به کنسولگری روسیه ثبت کرده است. او دلیل و انگیزه پناهنده شدن بابیان به کنسولگری روسیه در اصفهان را حفظ جان، حماقت و یا به تحریک روس‌ها دانسته است. دلیل اول روشن است، اما دکتر ملکزاده برای دو دلیل دیگر هیچ شاهد و مدرکی به دست نمی‌دهد. رجال ایران و ملاها که در مقابل اجانب تسلیم و مطیع بودند و اعمال نامشروع و زورگویی‌های آنها را نادیده می‌گرفتند و حتی تجاوزاتی که از طرف خارجی‌ها به مسلمانان می‌شد با دیده گذشت و اغماض می‌نگریستند، چنانکه در قضیه شهادت مرحوم ثقةالاسلام در روز عاشورا به دست روس‌ها کوچکترین عکس‌العملی از طرف مقامات روحانی نشان داده نشد، ولی مقابل ضعفا و بیچارگان شدیدالعمل، جبار و سفاک بودند. چنانچه اگر یکی از اتباع دولت‌های مقتدر توهینی نسبت به عالم اسلام می‌کرد، اعتراضی به او نمی‌شد، ولی هرگاه یک ایرانی بدبخت دم از اصلاحات میزد و طرفداری از مبانی تمدن مینمود، خونش مباح و مالش به یغما میرفت. هر از چندی روحانیون و دولتیان برای خودنمایی، نشان دادن قدرت، مرعوب کردن مردم و استیلا یافتن بر کسانی که ثروتی داشتند و یا فکر تازه‌ای در مغز خود می‌پروراندند، نغمه‌ای ساز کرده و آشوبی برپا می‌کردند. چنانچه آقا نجفی که اشهر علمای آن زمان بود، برای بردن ملک سید ماربینی که در مجاور ملک آقا بود، او را متهم به بابیگری کرد و در روز روشن به تحریک آن عالی جناب سید پیرمرد 80 ساله را طلاب علوم دینیه قطعه کردند. حاجی میرزا محمد حسین نراقی که آن زمان به تحصیل علوم دینیه اشتغال داشت، برای نگارنده نقل کرد که خود شاهد و ناظر بودم که آخوند خرگردنی پا روی گلوی سید گذاشت و آنقدر فشار داد تا سید بدبخت جان داد.
و نیز در سال قحطی حاجی محمد جعفر رئیس بلدیه را به گناه اینکه گفته بود مردم از گرسنگی میمیرند و آقای حجت الاسلام هزارها خروار گندم در انبارهای خود جمع کرده و نمیخواهد به قیمت عادل بفروشد، به تحریک همان حجت الاسلام محتکر طلاب علوم دینیه سر و پا برهنه از امارت بلدیه بیرونش کشیدند و به انواع مصائب کشتندش و بدنش را به درختی برای عبرت دیگران آویختند. همان زمان 2 نفر تاجر به نام حاجی محمد حسین و حاجی هادی چیتساز را که از بازرگانان محترم شهر بودند و در درستی و صداقت شهرتی به سزا داشتند، به جرم اینکه طلب حقه خود را از حاجی سید ابوالقاسم زنجانی که یکی از علمای متنفذ بود مطالبه کرده بودند، به اشاره همان روحانی با فجیع ترین وضعی کشتند و پای آنها را به ریسمان بسته و پیکر آن بدبختان را برای عبرت دیگران در کوچه و بازار کشیدند. پس از حوادثی از این دست، عده‌ای از بابی‌ها و یا متهمین به بابیگری که در حدود 800 نفر بودند، از ترس جان و یا به تحریک روس‌ها در قنصولخانه روس متحصن شدند. خبر تحصن آنها در چند ساعت در شهر و اطراف منتشر شد و شهرت یافت که بابی‌ها برای به دست آوردن آزادی و نشر کفر و زندقه به قنصولگری روس‌ها پناهنده شدند. در اندک زمانی بازارها و دکاکین بسته شد و تعطیل عمومی اعلام گشت و صدها هزار نفر اهالی دهات و قصبات دست از کسب و زراعت کشیده و با علم و چوب و چماق به طرف شهر رهسپار شدند. مساجد بزرگ و خانه‌های علمای معروف مملو از جمعیت شد و صدای وا دینا وا اسلاما فضای شهر را فرا گرفت. عده انبوهی برای کشتن متحصنین به طرف قنصولگری روس روانه شدند و عمارت و باغ قنصولگری را محاصره کردند. قنصول روس و کارکنان قنصولخانه از هجوم مردم ترسان شده و به مقامات دولتی درباره عواقب وخیم تحصن هشدار دادند. ظل السلطان که حاکم اصفهان بود بیش از روزها نگران بود و وحشت زده شده بود، زیرا می‌دانست که در اینجا پای خارجیان و حیثیت دولتی مقتدری در کار است. این بود که ملاها که در مقابل اشخاص بیزور سرسخت بودند و مردم را به هر نوع گناهی تشویق می‌کردند، قرآنها در دست گرفته و جماعت را قسم می‌دادند که از اطراف قنصولخانه متورق شوند و از توهین به نمایندگان دولت روس اجتناب ورزند. ملاقات‌های متعدد ما بین علمای روحانی و حاکم شهر و نمایندگان روس به عمل آمد و در نتیجه ظل السلطان و علمای معروف شهر متعهد شدند که هرگاه متحصنین از قنصولخانه بیرون بروند کسی مزاحم جان و مال آنها نخواهد شد و از امنیت بهره‌مند خواهند گردید. به اعتماد این تعهد در نیمه شب متحصنین سیه‌بخت یکی بعد از دیگری محرمانه از قنصولخانه بیرون رفتند و به اندیشه اینکه از تاریکی شب میتوانند استفاده کرده و خود را به مأمنی برسانند قنصولخانه را ترک کردند. ولی هنوز چند گامی از قنصولخانه دور نشده بودند که هر یک گرفتار عده‌ای رجاله و طلاب که در کمین آنها نشسته بودند شدند و آنچه قلم از نوشتن آن شرم دارد با آن بیچارگان کردند.
هر کس با کسی دشمنی داشت او را به بابیگری متهم می نمود و با جمعی آخوند و اراذل به یغمای خانه‌اش می پرداخت. در نتیجه صدها نفر مردم بیگناه که روحشان از این قضایا اطلاع نداشت و نمی دانستند قنصول خانه روس در کجاست مقتول و مجروح شدند و صدها خانه به یغما رفت. عده بیشماری جلای وطن کردند و با خفت و زاری خود را به تهران رسانیدند و با فقر و تنگ دستی در پایتخت دولت عادل رحل اقامت افکندند. جمعی که از ظلم بیدادگران به جان آمده بودند ایران را ترک کردند و به طرف هندوستان و نقاط دیگر جهان رهسپار شدند. طولی نکشید که دامن این حریق به سایر شهرهای ایران و قصبات و دهات سرایت کرد و روحانی نمایان سالوس و مأمورین طماع دولت به دستیاری عوام و رجال آن آتش بیدادگری را بیش از پیش برافروختند. شهر یزد و اطراف طعمه این حریق بیدادگری شد و جنایاتی رخ داد که بسیاری از مورخین خارجی کتابها در اطراف آن نگاشتند و ایرانیان را برای یک دفعه دیگر در مقابل ملل مترقی جهان وحشی و خونخوار معرفی کردند. شاهزاده جلال الدوله حاکم یزد که در بیدادگری از پدرش ظل السلطان دست کمی نداشت بزرگترین گناه را در مقابل تاریخ بلکه در مقابل اسلام بر عهده گرفت و بزرگترین سهم بیدادگری را عهده‌دار بود. اگرچه انقلاب بابی کشی در ایران روحانی نماها و مأمورین دولت را بیش از پیش جسور و بر جان و مال مردم مسلط ساخت، ولی آزادی خواهان و مردمان روشنفکر که از این بیرحمی‌ها به جان آمده بودند و خود و کشور را در چشم دنیای متمدن سرافکنده و زبون می‌یافتند، یک حس تأثر و انزجار در روحشان راه یافت. کشتار بهائیان در منشاد و یزد 1321 هجری قمری مطابق با 1903 میلادی. 16 ماه ربیع الاول 1321 برابر با 1903 میلادی. میرزا ابراهیم امام جمعه یزد که مدتی ساکن اصفهان بود به یزد باز می‌گردد. مردم از او استقبال می‌کنند. در اصفهان بر اثر آشنایی با آقا نجفی روحانی صاحب قدرت اصفهان با برخورد او نسبت به بهائیان آشنا بود. از همان روز اول مردم را علیه بهائیان تحریک می‌کند. اولین قربانی یک بهایی بازاری به نام حاجی میرزای حلبی ساز است که به ضرب ساطور قصابی به نام حسن پسر رسول در روز شنبه 18 ربیع الاول 1321 هجری قمری برابر با 1904 میلادی به قتل میرسد. مسلمانان با اجازه محمد کلانتر به مزرعه خواجه حسن که یکی از مزارع منشاد و زارعین آن بهایی بودند حمله می کنند. در همان لحظه های نخست یک بهایی به نام ملا علی اکبر را با ضربات سنگ، چوب و کارد به قتل می رسانند. بهائیان جسد ملا علی اکبر را چند روز بعد در منزل او در محله میرزاها دفن می کنند. قربانی بعدی محمد اسماعیل خباز بود که با ضربات کارد به قتل رسید. مردم تحریک شده در منشاد به منزل استاد حسین کفش دوست که او نیز بهایی بود حمله می کنند. مادر او برای نجات جان فرزند بدن خود را سپر می کند. استاد حسین با ضربات چوب و کارد کشته می شود و مادرش بر اثر ضربات وارده 20 روز بعد می میرد. استاد حسین در کنار رودخانه شاه میری دفن می شود.
بعد از این جنایت مردم تحریک شده به محله کرچنار می روند و 3 بهایی به نامهای حسین پسر محمد کاظم 65 ساله، آقا غلام علی پسر حسن 18 ساله و آقا رمضان پسر جواد 22 ساله را که به کوه فرار کرده بودند می‌یابند. 2 نفر را با گلوله و 3 را با سنگ می‌کشند. قاتلین در طلوع آفتاب از کوه به منشاد باز می‌گردند و به جستجوی بهائیان ادامه می‌دهند. در محله محمدآباد 1 بهایی به نام سید میرزا را با سنگ می‌کشند و جسد او را در مزرعه خود او دفن می‌کنند. در آن روز از ساعت 11 تا غروب آفتاب 7 نفر بهایی کشته می‌شوند. طبیب منشادی می‌نویسد چند روز پس از آن جنایت صبح که از منزل خارج شدم با 10 نفر تفنگچی از محلات مختلف خبری، زردنگی و 4 راهی روبرو شدند. ورود گروه‌های مسلح به منشاد نامعمول بود. طبیب می‌کوشد تا دلیل آن را بیابد. به او خبر می‌دهند که این گروه خبر کشتار بهائیان را شنیده و برای ادامه کشتار و غارت اموال بهائیان آمده‌اند. قاتلین بهائیان منشاد با دیدن گروه تازه نفس شاد شده و با نیروی بیشتری کشتار بهائیان را ادامه می‌دهند. 2 بهایی به نامهای شاطر حسن و علی اکبر کشته شده و اموال آنان غارت می‌شود. حتی درخت‌های انگور خانه علی اکبر را قطع می‌کنند. خانه‌ها را نیز به آتش می‌کشند. خانواده 1 بهایی دیگر به نام محمد باقر به 2مین قربانی حمله بدل می‌شود. محمد باقر به قسمت بالای خانه خود پناه می‌برد و خود را مخفی می‌کند. او را پیدا می‌کنند. 1 نفر از مهاجمین می‌گوید محمد باقر حق تعلیم و سمت استادی بر من دارد. خواهش می‌کنم که او را نادیده بگیرید و از کشتن وی صرف نظر نمایید. آنان قبول نکردند. ملا محمد باقر را از بالای عمارت خانه به زیر می‌آوردند، ریسمانی به پای او می‌بندند و او را بر زمین می‌کشند و جنازه او را در شهر می‌سوزانند. 2 نفر از بهائیان شبانه باقی مانده جسد را در زمینی که به سرمور معروف است دفن می‌کنند. ملا محمد 58 سال داشت. روز بعد از این جنایت در 3 ماه ربیع الثانی متجاوزین خبر می‌شوند که عده‌ای بهایی برای حفظ جان خود در کوه شرقی منشاد مخفی شده‌اند. سردسته گروه شخصی به نام محمد کلانتر با تفنگچیان کوه را محاصره می‌کنند. در آن روز شاطر حسن 1 بهایی که خانه او روز پیش غارت شده بود و برادرش علی اکبر را می‌کشند. شاطر حسن پیش از مرگ لباسهای خود را به قاتلین می‌بخشد. بهائیان جنازه علی اکبر را شبانه از کوه می‌آورند و در منزل او دفن می‌کنند. جنازه شاطر حسن را در مزرعه حجت آباد به خاک می‌سپارند. علی اکبر 56 ساله و شاطر حسن 60 ساله بودند. سه‌شنبه 4 ربیع الثانی 1321 هجری قمری برابر با 1903 میلادی 1 بهایی به نام آقا علی اکبر ابن حسن را که برای نجات جان خود در منزل داماد خود غلام رضا مخفی شده بود می‌یابند. حسین علی نامی با چوبی که بر سر او می‌کوبد او را بر زمین می‌زند و سایرین او را سنگسار می‌کنند. بهائیان شبانه جسد او را در باغ خود او دفن می‌کنند. او 50 ساله بود. چهارشنبه 5 ربیع الثانی 1321 هجری قمری برابر با 1903 میلادی
مخفیگاه یک بهایی به نام آقا میرزا حسین ابن صادق 60 ساله در کوه شمالی منشاد مشهور به کوه مرغستانلو می رود. 2 نفر به نامهای جواد ابن غلام نجار منشادی و زین العابدین علی اکبر از اهل یزد آقا میرزا حسین را دستگیر کرده و در منشاد در منزل محمد ربیع زندانی می کند. میرزا حسن جرعه آب طلب می کند. شخصی به نام محمد صادق نعیم آبادی کاردی را از کمر کشیده می گوید آب برای تو آب نوک این کارد است و کارد را بر سینه او میزند و به مردم میگوید ایها الناس، من با خود عهد کرده بودم که خون این طایفه بابی را بخورم. حال شاهد باشید که من به عهد خود وفا کردم و خونهایی را که به کاردش بود بخورد و اشاره کرد که مردم قربانی را سنگسار کنند. پس از قتل ریسمانی به پای آقا میرزا حسین می‌بندند و جسد را بر زمین می‌کشند. همسرش شبانه جسد را در منزل دفن می‌کند. طبیب منشادی می‌نویسد در همان روزی که میرزا حسین را کشتند در منزل محمد کلانتر بودم و او چند نفر را فرستاد تا آقا یدالله فرزند 12 ساله میرزا حسین را دستگیر کنند. کلانتر قصد کشتن نوجوان را داشت. به او گفتم این طفل است، بگو دست از کشتن او بردارد و مبلغی از مادر این طفل بگیر و او را آزاد کن. این حرف را از من شنید. مادر طفل را احضار کرد، از او مبلغی گرفت و طفل را رها کرد. در همان روز بهایی 45 ساله دیگری به نام آقا علی محمد ابن حاج حسین را که در منزل شخصی به نام حسین مخفی شده بود دستگیر می کنند. ابتدا تیری به او می زنند و سپس با سنگ و چوب به او حمله می کنند. در حال جان دادن شخصی به نام بمان علی پسر غلامرضا مشتی خاک بر دهن او می‌ریزد و با چند لگد به زندگی او خاتمه می‌دهد. جنازه را با ریسمانی که به پایش بسته بودند مقابل درب منزل مقتول دیگری به نام شاطر حسین می‌اندازند. یکی از بهائیان جسد را در منزل شاطر حسین دفن می‌کند. آقا علی محمد هنگام مرگ 45 ساله بود. پنجشنبه 6 ماه ربیع الثانی 1321 برابر با 1903 2 ساعت قبل از ظهر زنی به نام خدیجه سلطان مادر غلامرضا به دست اشرار می‌افتد. وی را به منزل محمد کلانتر می‌برند. او اجازه کشتن خدیجه سلطان را می‌دهد. قاتلین خدیجه سلطان را از بالای بام تکیه خانه به زیر می‌اندازند و وی را سنگسار می‌کنند. جنازه او را در خانه خودش دفن می‌کنند. او 65 سال داشت. جمعه 7 ماه ربیع الثانی 1321 هجری قمری برابر با 1903 میلادی. بهایی دیگری به نام سید تقی از ترس در خانه خود پنهان می شود. کسی به نام غلامرضا پسر حسین از مخفیگاه او باخبر می شود. به منزل او می رود. 3 دختر 9 ساله، 7 ساله و 5 ساله دامن غلامرضا را می گفتند که دست از پدر ما بردار. غلامرضا کودکان را با ضربات چوب از پدر دور کرده او را برهنه به خانه محمد کلانتر میبرد. طبیب منشادی در خانه کلانتر شاهد ماجرا بوده است. محمد کلانتر دستور قتل را صادر می کند.
جواد نامی تبری بر سر سید تقی میزند. مردم نیز جسد را سنگ باران میکنند. جنازه را در چاهی که برای سوزاندن زغال حفر کرده بودند میاندازند و اکنون در همان محل دفن است. سید جواد 40 سال داشت. شنبه 8 ماه ربیع الثانی 1321 هجری قمری برابر با 1903 میلادی. بهایی دیگری به نام آقا محمد علی ابن حاج نصرالله خود را در مزرعه رحیم، یکی از محلات منشاد، در خانه برادرزاده خود پنهان کرده بود. 6 نفر او را دستگیر کرده و در همان محل طناب بر گردن او میاندازند و او را خفه میکنند. بهائیان جنازه را شبانه در باغ مقتول دفن میکنند. یک شنبه 9 ربیع الثانی 1321 هجری قمری برابر با 1903 میلادی. کسی به نام سید حسین پسر علی رضا از محل اختفای غلام رضا ابن حاج علی نقی که در منزل سید رضا ابن میرزا جمالی پنهان بود با خبر می شود و دیگران را خبر می کند. غلام رضا را از خانه بیرون می آورند. ابتدا گلوله‌ای به او می زنند و بعد با سنگ و چوب او را کشته جسدش را در چاهی می اندازند. بهائیان جنازه را از چاه بیرون می آورند و در خانه مسکونی او کنار جسد مادرش دفن می کنند. غلام رضا 40 سال داشت. پنجشنبه 13 شهر ربیع الثانی 1321 هجری قمری برابر با 1903 میلادی. اسدالله پسر میرزا ابراهیم خباز در بلوای منشاد مخفی و تصمیم میگیرد که شبانه از منشاد به یزد برود. در راه او را میشناسند و دستگیر میکنند. نامه‌ای به امام جمعه میرزا ابراهیم مینویسند، اما میرزا محمد علی ملقب به حاج قبله قبل از امام جمعه حکم قتل اسدالله را صادر می کند. اسدالله را به خانه سید محمد نامی می برند و چون دست از عقیده خود بر نمی دارد با کارد می کشند. قاتلین منشادی پس از قتل سر می رسند و سر آقا اسدالله را با تیشه نجاری از تن جدا کرده و به منشاد می برند و در میدان نخل منشاد به نمایش می‌گذارند. بعد سر بریده را در بالای مغازه خود او آویزان می‌کنند تا اهالی منشاد آن را سنگسار کنند. بعد از یک شبانه روز سر را در خانه حسین بابا برادر آقا اسدالله دفن می‌کنند، اما جنازه بی سر را در همان محل قتل به چاهی می اندازند. آقا اسدالله به هنگام مرگ 35 ساله بود. جمعه 14 شهر ربیع الثانی 1321 برابر با 1903 میلادی. میرزا محمد پسر ملا علی اکبر از ترس در باغ شخصی به نام سید علی اکبر پنهان می شود. یکی از مسلمانان از مخفیگاه او مطلع شده بقیه را خبر می کند. محل را محاصره می کنند و 2 ساعت قبل از ظهر او را دست بسته به درب خانه پدرش می آورند. او را به درختی بسته تیرباران می کنند و جنازه را با نفتی که زین العابدین عطار به قصد ثواب بردن و شرکت در عمل خیر هدیه کرده بود آتش می زنند. سید مهدی نامی که مسلمان و روحانی بود بقایای جسد را در باغ جنب منزل مسکونی مقتول دفن می کند. وی 43 سال داشت. در همان شهری که عطاری مسلمان برای اجر اخروی و تضمین غرفه‌ای در بهشت در جنایت هولناک شرکت می کند، مسلمانی که از کردار بیرحمانه متعصبان بیزار بود خطر کرده و جنازه را دفن می کند.
جمعه 14 ربیع الثانی 1321 برابر با 1903 میلادی. بهایی دیگری به نام سید حسین در محله میرزا از محلات منشاد در منزل یکی از دوستان مسلمان خود به نام سید آقایی مخفی شده و زن و پسر 14 ساله بیمار او آواره و هر روز در باغی یا خانه‌ای مخفی می شود. متعصبان به مخفیگاه او حمله می کنند، اما سید حسین فرار کرده می کوشد خود را در مزارع گندم پنهان کند. او را می یابند و با ضربات چوب به قتل می رسانند. جنازه را شبانه در خانه مقتول دفن می کنند. پسر 14 ساله بیمار او 14 روز بعد در مخفیگاه می میرد. او را نیز در کنار قبر پدر دفن می کنند. در همین روز یک بهایی دیگر به نام آقا حسین علی پسر ملا بابایی کشته می شود. قاتلین بعد از قتل سید حسین برای یافتن بهایی 19 ساله‌ای به نام آقا حسین علی به طرف کوه شمالی منشاد به کوه مرغستان می روند. او را یافته و به محله جعفرآباد منشاد می برند. در بین راه او را با چوب و سنگ کتک می زنند. در محله جعفرآباد ابتدا او را با گلوله مجروح و سپس با چوب و سنگ به قتل می رسانند. او 19 ساله بود. شنبه 15 ربیع الثانی 1321 برابر با 1903 میلادی. یک بهایی یزدی به نام آقا غلام حسین پسر تقی را که از کشتار یزد به منشاد پناه برده بود به همراه یک بهایی دیگر به نام سید باقر منشادی در مغازه‌ای در منشاد مخفی می شود. روز شنبه به مخفیگاه آنها پی می برند. غلام حسین را تیرباران کرده و سر از تن جدا شده او را نزد محمد کلانتر میبرند. او سر بریده را به عنوان هدیه برای میرزا فتح‌الله ملقب به مشیرالممالک میفرستد. سید باقر به دستور محمد کلانتر زندانی میشود. در همان روز بهایی دیگری به نام سید علی نامی از منشاد راهی یزد می شود. در بین راه او را شناخته دستگیر و به منشاد بازگردانده و در غروب آفتاب می کشند. همسرش شبانه جنازه را در منزل مسکونی خود دفن می کند. سید علی 35 سال داشت. بعد از قتل سید علی به محلی که سید باقر در آن زندانی بود می روند و او را به قتل می رسانند. سید باقر 51 سال داشت. یک شنبه 16 شهر ربیع الثانی 1321 برابر با 1903 میلادی. آقا محمد پسر ملا بابایی در خانه خود پنهان می شود. نزدیک ظهر 3 نفر از گروه قاتلان منشادی به خانه آقا محمد می روند. او را از خانه بیرون می آوردند. آقا محمد تقاضا می کند که ساعتی به او مهلت دهند تا با زن و فرزندان خود وداع کند. به او مهلت نمی دهند. او را با گلوله کشته و جسد را با طنابی که به پای آن بسته بودند بر زمین می کشیدند. همسرش دفن کند. آقا محمد 23 ساله بود. چهارشنبه 19 شهر ربیع الثانی 1321 برابر با 1903 میلادی. ملا بابایی در محله رکور در یکی از محلات بین منشاد و کاوفشار در خانه‌ای پنهان می شود. زنی حاجی نام مخفیگاه او را به قاتلین خبر می دهد. قاتلین و عده‌ای تماشاچی خانه را محاصره می کنند. ملا بابایی را دستگیر و با پای برهنه به محله میرزاها یکی از محلات منشاد می برند. گروه دیگری پسر او آقا جواد را دستگیر کرده و به همان محل می آورند.
ملا بابایی به پسرش وصیت می کند که اگر تو را بعد از من کشتند مبلغی را که به فلان شخص بدهکار هستم بپرداز. ملا بابایی را هنگام ظهر با دستهای بسته به مغازه زین العابدین عطار میبرند. در بین راه هر کسی سنگی به سر و صورت او میزند. ملا بابایی را با سر شکسته و صورت خون‌آلود با نفتی که زین العابدین نصب کرده بود آتش میزنند. آنچه را که از جسد مقتول 65 ساله مانده بود بهائیان شبانه در زمین ملا اکبری دفن می‌کنند. قریه کاوفشار جمعه 14 ربیع الثانی 1321 هجری قمری مطابق با 1903 میلادی. در این روز یک بهایی به نام استاد رضای صفار در قریه کاوفشار با تجاوز گروه قاتلان منشاد روبرو می شود. اهالی ده از او دفاع و جان او را حفظ می کنند. استاد رضا به منزل داماد خود پناه برده و مخفی می شود، اما داماد اشرار را از مخفیگاه او آگاه می کند. غروب روز 16 ربیع الثانی او را از خانه بیرون می آورند. استاد رضا که از قصد آنان آگاه بود به قاتلین می گوید که مولای من گفته است دست قاتل خود را ببوسید. شما 2 نفر که قصد کشتن مرا دارید دستهای خود را بدهید تا من ببوسم و بعد مرا بکشید. استاد رضا دستهای قاتلان خود را میبوسد. طنابی که به گردن او میاندازند یک سر طناب را سید حسین حداد و سر دیگر را محمد علی پسر یادگار میکشند و او را خفه میکنند. جنازه او را به درختی آویزان میکنند. فردای آن روز مردم جنازه را از درخت پایین میآورند و در کنار جاده دفن میکنند. او به هنگام مرگ 56 ساله بود. روستای دره یکشنبه 2 ربیع الثانی 1321 هجری قمری مطابق با 1903 میلادی. شاطر حسن اهل یزد و در ده تزرجان خباز یا نانوا بود. برخی از مردم ده پس از شنیدن خبر کشتار بهائیان در یزد و منشاد بر آن می شوند که در ثواب کشتن بهایی ها سهیم شوند. به محل کار حسن نانوا می روند و ابتدا او را به قصد کشتن کتک می زنند. شاطر حسن به اتفاق میرزا ابراهیم طبیب از دست قاتلان فرار کرده و خود را به منشاد و از آنجا به قریه دره میرسانند و در منزل زنی مخفی میشوند. اما به زودی از مخفیگاه آنان آگاه میشوند. هر دو را برهنه و با دستهای بسته از مخفیگاه بیرون آورده و با چوب و سنگ میزنند. آنان را به محلی که به زمینهای خباز رارون معروف است میبرند و با چوب و سنگ میکشند. جنازه آنها را در چاه میاندازند و با سنگ و خاک میپوشانند. شاطر حسن در روز قتل 35 ساله و میرزا ابراهیم طبیب 65 ساله بود. اسامی قاتلین در تاریخ منشاد ثبت شده. روستای بنادک ربیع الثانی 1321 هجری قمری. پس از آنکه ساکنان بنادک از خبر کشتار بهائیان در یزد و منشاد مطلع میشوند، برای اجر اخروی و غارت اموال بهائیان به محله باغ کردک که محل سکونت عده‌ای بهایی بود حمله می‌کنند. اولین قربانی آن روز آقا حسین بود. داماد او به نام سبز علی مخفیگاه او را به مردم نشان می‌دهد. 6 نفر او را در مخفیگاه می‌کشند. طنابی به پای جنازه می‌بندند و جسد را تا محل دامنه غربی کوه بندادک می‌کشند و در آنجا رها می‌کنند. 2 روز بعد جنازه او را در همان محل دفن می‌کنند. او 65 سال داشت.
دومین قربانی میرزا محمد مهدی از بهائیان یزد بود که در بنادک به زراعت مشغول بود. در دوران شورش و بلوا از ترس اشرار مخفی می شود. در روز پنجشنبه ششم ربیع الثانی به خانه او هجوم برده و خانه را آتش می‌زنند، سپس او را می‌یابند. حاج سید کریم نامی با زنجیر او را مضروب کرده و پس از چند ساعتی با گلوله می‌کشد. ریسمانی به پای مقتول می‌بندند و جسد را تا دامنه شمالی کوه بندادک بر زمین می‌کشند. جنازه را با نفت و هیزم می‌سوزانند. بقایای جسد در همان محل دفن می‌شود. به هنگام مرگ 50 ساله بود. آقا غلامرضا برای فرار از آزار متعصبان به منشاد رفته بود. به هنگام کشتار بهائیان منشاد به روستای نیر پناه برده و در منزل برادر زن خود مخفی می‌شود. برادر زن محل اختفای او را به مردم نشان می‌دهد. مردم ده اما از کشتن او ابا می‌کنند. روز شنبه 15 ربیع الثانی 1321 2 نفر مأمور وی را دست بسته به منشاد می‌برند و به محمد کلانتر تحویل می‌دهند. محمد کلانتر او را به بنادک می‌فرستد تا مردم آن ده او را به قتل برسانند. سید کاظم نامی در بنادک حکم قتل را صادر می کند. جمعیت آقا غلامرضا را محاصره می کنند. ابتدا حسین پسر مهدی چند زخم شمشیر به او می زند و بعداً چند تیر به او می زنند و او را به قتل می رسانند. کسی سر او را از تن جدا کرده و به درخت بادامی می آویزد. جنازه را در چاهی می اندازند. برادر او 3 روز بعد سر را در همان چاه که جنازه بوده دفن می کند. غلامرضا در روز قتل 30 ساله بود. روستای هنزا ربیع الثانی 1321 هجری قمری برابر با 1903 میلادی. خبر کشتار بهائیان یزد و منشاد و سایر دهات به اهالی هنزا از دهات میان کوه میرسد و آنها نیز به فکر کشتار بهائیان میافتند. اولین قربانی میرزا محمد معروف به میرزا محمد آرام روز چهارشنبه 5 ربیع الثانی 1321 برابر با 1903 میلادی به هنگام خروج از خانه مورد حمله قرار می‌گیرد. میرزا محمد می‌کوشد تا با دادن پول به شخصی به نام محمد پسر وهاب که قصد کشتن او را داشت جان خود را نجات دهد، اما محمد به همراه چند نفر دیگر که نام همه آنها در تاریخ طبیب منشادی ثبت است با ضربات کارد میرزا محمد را به قتل رسانده و جنازه او را در باغ آرامی ها که ملک خود مقتول بوده دفن می کنند. میرزا به هنگام مرگ 40 سال داشت. فردای آن روز زنی به نام فاطمه بیگم را دستگیر و به کنار رودخانه حرا در مقابل منزل میرزا عبدالله طبیب حرایی می آورند و با ضربات کارد به قتل رسانده جنازه او را می سوزانند و خاکستر او را در باغ برادرش دفن می کنند. فاطمه بیگم 49 سال داشت. روز بعد مردم از محل مخفیگاه 2 نفر به نامهای محمد علی گازرو و میرزا جواد صباغ مطلع می شوند. میرزا هدایت الله ملقب به معین دیوان که در دستگاه جلال الدوله کار می کرد به آنها قول می دهد که از جان آنها حفاظت خواهد کرد و آنها را با 2 نفر از گماشتگان خود به تزرجان می فرستد، اما مردم تحریک شده آنها را از تزرجان به روستای هنزا می آورند و در روز جمعه 7 ربیع الثانی 1321 به قتل رسانده و جنازه ها را 3 روز در کوچه های هنزا به نمایش می گذارند. بعد از 3 روز جنازه ها را در
ملک شخصی او دفن می‌کنند. محمد علی 40 ساله بود. روز قتل جمعه 7 ربیع الثانی 1331 قمری میرزا جواد 42 ساله را به فتوای میرزا محمد جعفر حنظایی به درخت می‌بندند و تیرباران می‌کنند و در همان محلی که محمد علی را دفن کرده بودند دفن می‌کنند. میرزا جواد 42 سال داشت. ده هدش 29 ربیع الثانی 1321 هجری قمری. یک جوان 14 ساله بهایی از کشتار یزد به ده هدش پناه میبرد. مباشر ده حسین پسر ابوالحسن به یکی از نوکران خود دستور میدهد که این نوجوان را به درخت ببندد. بر اثر اعتراض برخی از اهالی ده مجبور میشوند او را از درخت باز کنند و نزد شیخ علی و شیخ احمد هدشی ببرند. آن دو شیخ فتوا به قتل نمیدهند و توصیه میکنند که او را نزد ملا عبدالکریم روزخان ببرید. در محضر ملا عبدالکریم 2 نفر به نامهای غلامرضای نعیم آبادی و علی اکبر قصاب شهادت میدهند که ما به چشم خود دیدیم که این جوان با شخصی زرتشتی در یک ظرف غذا میخورد. عبدالرسول را از منزل خارج میکنند و با ساطور قصابی میکشند. بعد از قتل ریسمانی به پای جنازه میبندند و تا دامنه شرقی کوه هدش بر روی زمین میکشند و در آن محل جنازه را آتش میزنند. ده تنکچنار و قتل محمد هاشم دلال. جلال الدوله حاکم شهر که قدرت مقابله با گروه‌های بهایی کش را نداشت، از یک بهایی معروف به نام حاجی میرزا محمود افنان می‌خواهد که برای حفظ جان خود یزد را ترک کند. میرزا محمود به اتفاق محمد هاشم یزد را به سوی مربدشت ترک می‌کند، اما همسفر او که توان ادامه سفر نداشت به ده مهریجرد می رود و در منزل یکی از اقوام خود به نام سید یحیی مقدس ساکن می شود. مردم که از ورود یک بهایی آگاه شده بودند به منزل سید یحیی هجوم می آورند و از او می خواهند که مهمان را از خانه خود بیرون کند. محمد هاشم به ناچار در روز دوشنبه 3 ربیع الثانی به ده تنک چنار پناه میبرد، اما مردم تحریک شده او را میکشند، جنازه را در کوچه ها بر زمین میکشند و در راه بین مزرعه مرادی و مزرعه حاج محمد علی در کنار رودخانه آتش میزنند. او به هنگام مرگ 42 ساله بود. ملایر. در همین بحبوحه روحانیون ملایر که با نیرالممالک حاکم شهر مخالف بودند به سرکردگی مهدی نامی برادر شیخ ضیاءالدین 2 نفر را کفن پوشانده و جمعیتی را در پی آن 2 راه انداخته و مردم شهر را بر علیه بهائیان تحریک می کنند. جمعیت به منزل میرزا اسماعیل سراج حمله می کنند و او را که در بستر بیماری بوده به قتل رسانده و جسد او را در بیرون شهر در خرابه‌ای دفن می کنند. گزارش‌های خارجی‌های مقیم ایران درباره بهایی کشی در اصفهان و یزد. دکتر آقانور کنسول انگلیس در اصفهان در 6 جون 1903 میلادی برابر با 1321 هجری قمری درباره دلیل فرار و پناهنده شدن جواد صراف به کنسولگری روسیه می نویسد: مأمورین آقا نجفی قصد داشتند جواد صراف را به این بهانه که سال گذشته 1 روز مست بوده است
در روز تشییع جنازه یک بهایی دستگیر کنند. او چون از قصد مأمورین آگاه می شود، از ترس جان به کنسولگری روس پناهنده می شود. یک روحانی دونپایه به نام سید ابوالقاسم زنجانی که در بین روحانیون اصفهان مقام و منزلتی نداشت، فتوای قتل 2 برادر خیاط به نامهای حاج محمد حسین خیاط و حاج محمد هادی خیاط را می‌دهد. هر 2 برادر به دست مردم کشته می‌شوند، اما همه مردم می‌دانستند که علت اصلی فتوای قتل 2 برادر 130 تومان قرضی بوده که سید ابوالقاسم به آنها داشته است. پایان نقل قول. 4. استایلمن کریست میژن سوسیتی G2/PE/0/1903 کشیش انگلیسی ساکن جلفای اصفهان در گزارشی به تاریخ 30 ماه می و 6 جون 1903 برابر با 1321 قمری به مسئولین کلیسایی خود ضمن تایید قتل 2 برادر خیاط چنین می‌نویسد: غیر از آن 2 برادر که کشته شدند، یک پیرمرد سیدی که او را خوب می‌شناختم در اصفهان به فتوای روحانیون کشته شد. غیر از اینها 8 نفر بهایی به فتوای روحانیون کشته شدند. 2 نفر مسلمان تازه مسیحی شده را کتک زده اند. کلیسای ما هم تحت فشار است و ما را تهدید کرده اند که همه مسیحیان را خواهند کشت. الدرید مدیر بانک شاهی و انگلیس و مسئول امور کنسولی دولت انگلیس در یزد در گزارش خود می‌نویسد: روحانی اصفهانی آقا نجفی در امور یزد هم دخالت می‌کند. یک روحانی به نام سید ابراهیم که به تازگی از اصفهان به یزد آمده است، با ورود خود مشغول تحریک مردم بر علیه بهائیان شده است. از گزارش 24 جون 1903 میلادی 2 نفر بهایی در اردکان و 4 نفر در تفت کشته شدند. از گزارش 27 جون 1903 میلادی برابر با 1321 هجری قمری در یزد 12 نفر بهایی را کشتند و منازل آنها را غارت کردند. در این قتل و غارت‌ها سربازان دولتی هم با مردم همکاری می‌کردند. جلال الدوله حاکم یزد هم هیچ اقدامی بر علیه روحانیون نمی کند. امروزه قدرت در دست روحانیون است. دکتر وایت که در بیمارستان مسیحیان اصفهان کار می‌کرد، در مقاله‌ای که در 4 جولای 1903 میلادی برابر با 1321 هجری قمری در مجله‌ای به نام مرسی اند تروث چاپ می‌شد نوشته است: در روز جمعه بیماری را که سخت زخمی شده بود برای معالجه به نزد من آوردند. من مشغول معالجه بودم که به مطب حمله کردند. درب را شکسته مریض را با 1 نفر دیگر کشتند. تمام آن روز و روز بعد کشتار ادامه داشت و مردم گوش به حرف هیچ کس نمی دادند. در این روز بین 70 تا 100 نفر کشته شدند. یکی از دوستان ما که تازه ازدواج کرده بود، شوهر، پدر شوهر و پدرش کشته شدند. دوست دیگر ما که در 40 مایلی یزد ساکن بوده، همه فامیل 8 نفری آنها کشته شده اند. یکی از همکاران او به نام الدرید می نویسد: مردم بهائیان را قطعه می کردند. مجوز این کار را از روحانیون داشتند، زیرا آنها فتوا داده بودند که اموال بهائیان حلال است و خود آنها را باید کشت.
وی می نویسد زنها و بچه ها را کمتر می کشتند ولی به آنها توهین و تحقیر می کردند و بر اثر بی‌غذایی آنها را می کشتند. گزارشی هست که در یکی از دهات بچه‌های بهایی که قبلاً پدر و مادر آنها کشته شده بودند در برابر چشم مردم از گرسنگی می‌مردند. آلدری در گزارشی در 3 جولای 1903 میلادی برابر با 1822 هجری قمری به پزشک جراح هاردینگ می‌نویسد حاکم یزد برای جلب رضایت روحانیون و مردم تحریک شده یک بهایی معروف به نام شاطر حسین را به توپ بست و استاد مهدی بنای مهدی آبادی را دستور داد سرش را بریدند. آگوست بیریدتویکس سیاح بلژیکی که به یزد هم سفر کرده است در کتابی به نام در کشور شیر و خورشید می نویسد در منزل یک بهایی به شام دعوت بودم. صاحب منزل را سال قبل شیعیان کشته بودند. خانومی که شوهرش کشته شده بود با یک بچه مریض احوال در آنجا بود. از چشمان بچه آثار اضطراب دیده می شد. بچه شاهد قتل پدرش بوده است. مردم تحریک شده حتی ماهی‌های حوض را هم به عنوان بهایی کشته بودند و به اجر مزد کاری که کرده بودند منزل را غارت کرده بودند. کاپیتان وافگان در گزارشی به وزارت خارجه انگلیس که در آرشیو F 0248535 ثبت است درباره قتل 7 نفر بهایی در یزد چنین گزارش می‌دهد. در 19 ماه می 1891 میلادی برابر با 1270 هجری قمری 7 نفر بهایی را میرغضب سر بریده و مردم اجساد آنها را لگدمال کردند. به دستور جلال‌الدوله حاکم یزد زن و بچه‌های کشته شدگان را احضار می‌کردند و به آنها می‌گوید اگر تقیه می‌کردند کشته نمی‌شدند. 2 روحانی که فتوا به قتل بهائیان داده بودند ملا شیخ حسن سبزواری و پسرش شیخ محمد تقی بودند. به گزارش واقام 1 نفر را در حضور جلال‌الدوله به دار زدند و 6 نفر دیگر را در محله‌های شهر سر بریدند و مردم اجساد کشته شدگان را سنگسار کردند. جلال‌الدوله حاکم یزد به پاس این خدمت دستور داد که شهر یزد را چراغان کنند. امین‌السلطان گزارش یک هلندی و یک انگلیسی را برای ناصرالدین شاه می‌فرستد و یادآور می‌شود که این گونه اعمال موجب بدنامی ایران است. ناصرالدین شاه در نامه‌ای از جلال‌الدوله می‌پرسد که آیا کفر مقتولان به اثبات رسیده است؟ جلال‌الدوله در جواب می‌نویسد قتل آنها به فتوای روحانیون بوده و فتوای آنها نزد من موجود است. بر اساس گزارش کنسول انگلیس در رشت آلفرد چرچیل به هاردینگ به تاریخ 8 ماه می 1903 میلادی عکسی از بهائیان رشت را به نزد شیخ الاسلام خمامی از اعلم علمای رشت میبرند. در بین آنها یک جواهر فروش هم بوده است. مردم با دیدن آن عکس به مغازه او میروند و او را مورد توهین و ناسزا قرار میدهند. شیخ الاسلام با ناباوری مشاهده می کند که یک سید مورد اعتماد او که متولی یک امامزاده است نیز با بهائیان است. در آن زمان حاکم رشت انسان سلیم النفسی به نام نصرالسلطنه بود و اجازه کشتار بهائیان را نمیداد.
شیخ الاسلام میگوید اگر حاکم مانع نمیشد او را میکشتیم و زنش را به زنی میگرفتیم. چون شیخ الاسلام امکان صدور فتوای قتل بهائیان را نداشت، دستور میدهد که بهائیان را به حمام راه ندهند و با آنها معامله نکنند. او برای بدنام کردن بهائیان نامه‌ای توهین‌آمیز از قول بهائیان به شیخ الاسلام جعل می‌کند که شاید از این راه بتواند بلوایی به پا کند. اما به زودی مشخص می‌شود که نامه کار بهائیان نبوده است و تیر مفسدین به سنگ می‌خورد. حاکم با قدرت نظم شهر را حفظ و درویشی را که به بهائیان توهین می‌کرد از شهر اخراج می‌کند. یک افسر اتریشی به نام کاپیتان فون کامنوس برای مجله سولدیتن فروند گزارشی از چگونگی کشتار بهائیان در ایران می نویسد. وی در آن دوران در خدمت شاه ایران بود و بعد از مشاهده این جنایات از شغل خود استعفا می دهد و به اتریش باز می گردد. من با چشم خود شاهد بودم که بعضی از بابیان را که زنجیر برگردن داشتند باید قطعات گوش خود را که جلادان بریده بودند بخورند. آنها را با هیکل‌های آغشته به خون که از شدت ضربات چوب و زنجیر مجروح شده بود در کوچه و بازار می‌گرداندند. من با چشم خود دیدم که بعضی از بابیان را در حالی که سینه و شانه آنها را شکافته و رد شکافها فتیله سوزان قرار داده بودند در کوچه و بازار می‌گرداندند. این شکنجهگران شرقی در بیرحمی و سنگدلی ابتکاراتی به کار میبرند که انسان در حیرت است. بعضی را پوست از کف پای آنها برداشته چون سم چهارپایان نعل زده مجبور به راه رفتن میکردند. با وجود این اذیت و آزارها به هیچ وجه صدای ناله و زاری از آنها شنیده نمیشد، بلکه با کمال شهامت و بردباری درد را تحمل می‌کردند. هرگاه یکی از این بیگناهان از شدت درد بر زمین می‌افتاد، جلادان او را با ضرب تازیانه به حرکت وامی داشتند و تا آخرین لحظه حیات دست از شکنجه و آزار بر نمی‌داشتند. آنها حتی دست از اجساد کشته شدگان هم بر نمی‌داشتند. خود دیدم که اجساد مردگان را تکه تکه کرده بودند. شاید هموطنان من به سختی بتوانند این گزارش را قبول کنند. ای کاش من هم این جنایات را ندیده بودم. گزارش‌های ایرانیان درباره بهائی کشی در اصفهان و یزد. یحیی دولت‌آبادی درباره فجایع یزد می‌نویسد و اما در یزد فجایع زیاد می شود. تعرض به زنها و اطفال بیگناه متهمین نیز دریغ نمی دارد. چنان که شنیده می شود تعرض کنندگان اطفال شیرخوار متهمین را از گهواره درآورده دهان آنها را نزدیک شیر سماور که در حال غلیان است برده. طفل به تصور پستان مادر دهان را باز کرده به جای شیر آب جوش می‌خورد تا جان می‌دهد. و هم یکی از مردم یزد که پس از واقعه به تهران می‌آید در مقام اظهار دیانت و شجاعت برای نگارنده حکایت کرد که تاجرزاده‌ای در همسایگی ما گفته می‌شد بابی است. تازه عروسی کرده. اتفاقاً به حاجتی از شهر بیرون رفت. من خود را به او رسانده، سرش را بریده، در دستمالی پیچیده به شهر بازگشته به تازه عروسش تسلیم نمودم و هم شنیده می شود که در ربیع الاول 1321 در بحبوحه
فتنه بابی کشی یزد در مکتبی که تازه دایر شده به معلم متعصب نادان مکتب خبر می‌دهند که پدر یکی از شاگردان را به تهمت بابیگری کشتند. معلم به آن طفل رو کرده میگوید الحمدلله رب العالمین که پدر تو را هم به جهنم فرستادند. طفل بیگناه بر خود لرزیده، فریاد و فغانش بلند شده، میخواهد از مکتب بیرون رفته از حال پدر پرسش نماید. معلم میگوید معلوم است تو هم بابی هستی. طفل را به فلک بسته، مدت طولانی چوب میزند، خبر به خانواده او میرسد. خواهر جوانش با کمال شتاب خود را به مکتب رسانده، برادر کوچک را زیر چوب در حالت بیهوشی می‌بیند. خود را به روی برادر می‌اندازد و مردم در اثر این هیاهو به مکتب هجوم آورده، خواهر و برادر هر دو زیر دست و پای خلق کشته می‌شوند. و از این قبیل فجایع بسیار واقع می شود. آری بلوای کور است که میان کوچک و بزرگ و بیگناه فرق نمی گذارد. خصوصا که در این قبیل مواقع دشمنی ها و غرضرانی ها هم کار روایی می کند. خاصه که در چشم مردم متعصب پیرایه حفظ دیانت هم بر آن بسته شود. عبدالهادی حائری درباره یکی از روحانیون با نفوذ، ثروتمند، پولدوست و مستبد به نام شیخ محمد تقی معروف به آقا نجفی که به دلیل کشتار جمعی از مردم به اتهام بابیگری به دوران سلطنت مظفرالدین شاه 2 بار در سال 1307 و 1323 به تهران احضار شده بود می‌نویسد باور عمومی بر این بود که آقا نجفی در آن قحطی مقدار زیادی از ارزاق را احتکار کرده بوده است. باور عمومی بر این نیز بود که او حاجی محمد جعفر شهردار اصفهان را که از آقا نجفی به خاطر احتکار غله انتقاد و برای مردم ناتوان و گرسنه ابراز دلسوزی کرده بود به بابیگری متهم و در پیشگاه عموم او را تنبیه کرد. سکوت روشنفکران مشروطه‌خواه درباره سرکوب بهائیان. کشتار بابیان و بهائیان به موارد و مناطقی که ذکر شد محدود نبود و پیروان این دو آیین در اغلب نقاط ایران طعمه آتش کینه روحانیون شیعه و مردم متعصب می شدند. کتاب طبیب منشادی کشتار بهائیان را در شهرهایی که اشاره شد ثبت کرده است. این کشتارها در آستانه انقلاب مشروطه رخ داد و طرف آنکه روشنفکران، اصلاح طلبان و رهبران فکری و سیاسی انقلاب مشروطه درباره کشتار بابیان و بهائیان مهر سکوت بر لب زده و گاه آن را تأیید کردند. در آثار رهبران فکری انقلاب مشروطه انتقادهای بسیاری علیه روحانیت شیعه و استبداد سلطنتی مطرح شده است، اما حتی در آثار و سخنان کسانی چون میرزا فتحعلی آخوندزاده، عبدالرحیم طالبوف، سید اشرف الدین حسینی و میرزا علی اکبر دهخدا که مترقی ترین و پیشروترین اندیشه های آن روزگار ایران را مطرح می کردند، کوچکترین انتقادی به کشتار مدام و سرکوب خشن بابیان دیده نمی شود.